بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم علیه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. الحمدلله در این سحر پرفیض، در این سحر پربرکات، در این خانه مبارک دوست ما، الحمدلله که اینم توی فرارسی عقد نکاح است. الحمدلله ما اهل این خاندانه و این پیوند شوندگانه و مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم در این با موی سفیدان محترم در این سحر مبارک از صمیم قلب انشاءالله تبریک و مبارکباد میگیم به این دو نوجوان، محبت آدم و حوایی، و این دو نوجوان محبت یوسف و زلیخایی، و این دو نوجوان محبت محمد مصطفی و خدیجه کبرایی، و این دو نوجوان محبت علی مرتضایی و فاطمه الزهرای پیدا نمایی و در آینده فرزندهای صالح و صالح از خزائن غیب خودت الها کرامت نمایی و چون این روزی خرسندی شادی را و کلی خاندان و کلی وطن عزیز ما الها مناسب گردانی. الحمدلله هر روز هر ساعت انشاءالله این لحظه های شادی خرسندی، این جوانای عزیز ما در مهاجرت رفتند، به چی قدر عذاب و چی قدر مشقت ها طول یافتند تا اینکه بیاین خلق عزیز یک پیاله چای سفیدای مهربانه و یک پیاله چای انشاءالله مهمان کردن و مقصدا که انشاءالله در این مهاجرت عذاب ها میکشند. پروردگار خداوندا همین مهاجران هم خداوندا خودت سفرهای با برار، صحت بودی، سلامت، با یک کیسه های پول، با رویهای سرخ نزد خاندان، نزد پدر و مادر، نزد فرزندان مهربانشو برگشتن مناسب بگردانی. هر روز در این مملکت ما توی بالای توی است، در یه روز 5 تا 6 تا. این بسیار شکرگزار باشیم به خدا حق سبحانه و تعالی که این قدر ناز و نعمت خدا برای ما جو به طفیل این استقلالیت، به طفیل آزاد شدن ازبکستان عزیز الحمدلله بسیار بسیار نعمت ها را داد. چه نعمتی خدا خواهد انشاءالله ماشین، چه نعمت خانه های زیبا، چه نعمت لباس های زیبا، چه نعمت این ناز و نعمتی که در یک باغی همچنان انشاءالله خدا خواهد میسلی گیم که بهیش بینن عزیزانی من انواع نیز نعمت الهی را پیراستن که تا که مهمانای عزیز خرسند کنیم و دعای خوبشون بگیریم. سبحان الله به این روزا ما شما را رسانید و به یک ثنای خدایی انشاءالله خداوندی صحبت خدا آغاز میکنیم و بعد از کمتر درباره انشاءالله این جوانان صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. نگارا یار و دل دارم تو باشی، مراد از سیر گلزارم تو باشی. نگارا یار و دل دارم تو باشی، مراد از سیر گلزارم تو باشی. ز دشمن ذره باک ندارم، به هر حال مددگارم تو باشی. ز دشمن ذره باک ندارم، به هر حال مددگارم تو باشی. چرا ترسم سری موی ز شیطان، اگر دانم نگه دارم تو باشی. چرا ترسم سری موی ز شیطان، اگر دانم نگه دارم تو باشی. کجا پروا کنم از وهم محشر، مگر جانا طلبگارم تو باشی. کجا پروا کنم از وهم محشر، مگر جانا طلبگارم تو باشی.
اگر یاری وفادارم تو باشی، ندارم ذره اندوهی دوزخ، در آنجا گر خریدارم تو باشی. ندارم ذره اندوهی دوزخ، در آنجا گر خریدارم تو باشی. نسوزد یک سری موی جنونی بین الطف اگر یارم تو باشی. نسوزد یک سر موی جنونی بین غفلت اگر یارم تو باشی. نگارا یار و دل دارم تو باشی، مراد از سیر گلزارم تو باشی. دی دشمن ذره باکی ندارم، به هر حال مددگارم تو باشی. به هر حال مددگارم تو باشی. اللهم صل و سلم و بارک علیه. بعد حمد و ثنای الهی عزیزان من، الله تنی صحت دار، خاطر جمع و شما عزیزان هم صحبت شدن. یک مادری که دائم دخترش خدا خواهد، یعنی برای شوهر دادن توصیه میکرد، یک چند شما در نمارهای گذشته‌مون گفته بودیم و یک چند دیگر چه انشاءالله به خاطر شما انشاءالله خدا خاطر رسا میکنیم. وقتی که مادر دخترش به شوهر دادگی میشود، میگه دختری جان سیر خانه به هیچ کس نبران، یعنی سیر خانه را به یگان کس یعنی نگو، نه به من گو، نه به پدرت، نه به خواهرت، نه به دادرت. این هم توصیه همون ماده بزرگ است که انشاءالله خدا خواهد. هرگز باید که شما خدا خواهد در عائله برپا میکنین دختری جان، البته عائله روزگار زندگی ها هر گونه انشاءالله مشقت ها دارد، هر گونه انشاءالله عذاب ها دارد، هر گونه انشاءالله شیرینی ها تلخی ها دارد. همه همین بابایی که در اینجا شرکت دارن، در اینجا حضور دارن، همه همین الحمدلله از سرش این واقعه را زندگی است. زندگی میگه گاه ها بیکم و بیش نیست. همه زندگی ها گاه ها گشنه میمونین، گاه ها تشنه میمونی، گاه ها بے پول میمونی، گاه ها جنگ میکنی، گاه ها شادی میکنی، همش نه یک جایه انشاءالله باری خدا خود زندگی رو میکشی دختری جان. حیات همین خیلی است. برای همین بچه ها باید که در انتخاب کردن زن خطا نکنن. یک حاکم بچهش زن میگرفتگی میشود، در دوام همین روایت میآید، بعد استادش کتی نصیحت میکنن، میگه استاد جان کدام دختر من انتخاب کنم؟ گفت که پیغمبر نازنین گفتن که علیکم بذات دین، شما دیندار اختیار کنه، نمازخوان، طاعت کننده، حجاب کننده را انتخاب کن. وقتی که پادشاه بود میگه یک چند دخترها را انتخاب کرد و لبی دریا رفت. لبی دریا رفت، میگه به هر یک تش یک دانه میگه طلا داد. طلا را داد و گفت که همین طلا در دست اون است، وقتی که من کمند میکنم که طلا را پرتاید در بحر میپرتاید، وقتی که همش میقپند بعد میگه یک دو سه پرتاید طلا را، یک تا دختر فورا میپرتیش، یا تاش یادم ایستاده میپرتاید، یا تاش دلش نمیشد طلا، همین خیلی چندان میشد. بعد به هر یک تا سوال جواب میکنند. بعد میگه که یکمش میگه که برای چه طلا بود وای که این قیمت ترین چیز در دنیا، همین طلا را یک بار پرتافتیش. میگه فرمان شما از طلا به است، چون شما شوهر من هستید. وقتی که من طلا دریغ دارم و شما این حیات زندگی نمیشود. ایوش گفت که من دیم نشید. بعد گفت که ویاشا همتون جواب یگانه همسری من همین است که وقتی که من کمندش کردم نه دنیا را نگه کرد نه پول و مال، بابای میگه زندگی برپا کرد، زندگی خوب و آسایشته شد. میگه من به امروزه جوانا چی توصیه میکنم؟ امروزه جوانای ما شما چنان یک رفتی زمان میگه، رفتی زمان حاضر همه کاراش دست است، پیش از یعنی گرفتن یکدیگر چقدر صحبت ها میکنن، چقدر گپ میزنن. همین صحبت نه بچه ها یک وریانت پیش زنات بمونه مثل همین وریانت اولش انشاءالله خدا خواهد میگوی کم زنک اگر خدا مناسب بینه ما اگر یک جای مشتگی باشیم انشاءالله اولا 5 وقت نماز میخونیم. بگوش اگر 5 وقت نماز نخوانی من نمیگیرم.
آده زنی ساره گفتن الدنیا کل متاع خیر المتاع الدنیا از زوجت الصالح. میگه پیغمبر دنیا خودش کلش متاع و بهترین متاع متریال، بهترینی ناز و نعمت دنیا میگه زنی خوبی فرمان برداری پارسای. یعنی تو بگوش که 5 وقت نماز اول بخون زنک، دویم وقتی که قبول کند میگوی دویم حجاب میکنی، به حجاب نمیگردی در کوچه ها. به حجاب هرگز من تو نبینم. باید که تو زن حجاب داشته، این فرض الهیه. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن فرمان میکند پیغمبر زن شد یا کل ازواجک و بناتک بنات المؤمنین. ای محمد اولا زن تا بگو حجاب کنه، بعد از وی دخترات تا بگو حجاب کنه، بعد از وی زنهای مؤمنا را بکن. وقتی که کوچه میبراین در سرش این فرض الهیه. کسی که این حجاب این کار میکند کافر میشود. این فرمانی یگان مخلوق نیست، فرمانی پیغمبری نازنین دویم درجه میستد. اولین حکم خلاص حکم الله است. حکم الله نباید که این طاعت کنیم ما و شما. 5 وقت نمازاش بخوند، حجابش در سرش باشد انشاءالله. با یک وریانت مردم برداشته است. کدام دامله در یک گرز خیلی خدام بارش نویم که چی دلیل دارد نمیدانم. دلیلش همین که گویا که زن فقط اطاعت شوهرش واجب و پدر مادری و کپک. امروز این با شعار از کجا برداشتی خدا خواهد انشاءالله. اصلا من چندین صحبت ها میگم کدام در یک دایره ششتن در یک دیگر قشلاق اینا یک بچه همین سخن برداشته است. گفت که باید که زن فقط خدمت کشه کند، همین شوهرش میکند، خدمت پدر مادرش نباشین. همون جوان در همونجا حضور داشته است. آخر وی طاقت نگفتن همین جوان گفت ما گفتم برادر تو گفتم از کجا شنیدی؟ سه گفتن آدما یک داملا کدام داملا گفت که فقط خدمت پدر مادرت نمیکنی. من گفتم من به تو مثال میارم. این پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و آبا کن سلاسون کجا شد؟ پدر و مادرش ما گفت 3 هست. هر یک بچه و دختر 3 تایی پدر و مادر دارن. گفتن این حدیثی صحیح است. یکی پدری که شما را به دنیا میارد، یک پدری که انشاءالله خدا خواهد دخترش میتید، یک پدری که استاد علم و کسب است. اینا همش برای شما همین معلمای مکتبم استاد میشود. صاحبه که کذا شما را حتی عروس باشدم. امروز در شهرهای روس این کسب و کار همین کافرها شما را یاد دادن. هوای همچه استاد حرمتش میکنی. امام اعظم رحمت الله علیه بین وقتی که میگه دست میگفت ما به همین مذهب به همین پیشوا داره، در وقتی که میگه دست میگفت میگه در وقتی دست گفتن چندین مراتب به زواته شید. میگه از جاز خیز تو شیش شخص معتبر است این انسان هم عالم است، هم قاری است، همه طرفه جواب دادگی شخص است. خدا خواهد این برادری ما شما فارس زبان است. بین آخر دیدن که یک کافر بچه است، یک از کافر دودگی بچه. هر باری که دری مدرسه می اومد امام اعظم از جاش میخیست، تعظیم حرمت بیاد میکرد. گفتن خازق داخل این کافر بچه باشه آخر این قدر شما خیسته و شیشته. گفتن مردم همین پدر یزمین من یک حکمت گرفتگی هستم. رسول گفتن که خذ الحکمت ولو کافرن، بگیره حکمتاش نه اگرچه کافر باشه. همین ولی استاد همین دنیاگی تا از حرمتش میکنی، عزتش میکنی. انشاءالله چون معامله که استاد آیسته اسلام قبول کنن، آیسته لا اله الا الله محمد رسول الله گوشوه. امروز جوانه ما شما همونجا میریم از بد اخلاقی یگان کافر یگان پتروف لا اله الا الله نگفته است. برای چی من احمقم؟ من میرم فندش دارم، تو شد دستم، ما شد دستم، زن شفایب کنه سادم، دختر شفیره دارم. این چی معنی داره؟ همین مسلمانی است. عزیزانی من خدا خواهد فقط پیش محمد نه جواب بدی شرمنده بشی. محمد یگان کافر نه همین خیستها را کرد یا یگان ابابکر کرد، عمر کرد، عثمان کرد. کافرها که یک جای زندگی کردن پیغمبر همسایاش غرد دشمنی اسلام یهودا بود. غرد
با همه معامله خوب میکرد، بیمار میشه میگرفت خبرشو میگرفت، همسایگش نوشو میداد، افکارشو میداد، حتی پیغمبر صحابه رو میگفت